салом алейкум хонандагони азиз, имрӯз мо ҳамроҳи шумо параграфи ҳафтуми мавзӯъро меомӯзем ки параграфи ҳафтуми мавзӯи мо моддаи ирратсионалӣ ном дорад. мавзӯи дарси имрӯзии мо бошад бахшида мешавад ба дараҷаи нишондиҳандааш ирратсионалӣ. мо имрӯз он дараҷаҳоеро меомӯзем ки дар он дар нишондиҳанда танҳо ададҳои ирратсионалӣ ё ифодаҳои ирратсионалӣ ҷойгир мебошад. он ифодаҳое ки дар он عدد در تحت ریشه کوادراتی موجود است و تقریبا نوشته می شود عددی ایراتسیونالی نام دارد و عموما اگر افاده ها در تحت رادیکال نوشته شوند پس آنها را افاده های ایراتسیونالی می نامند. به عدد ایراتسیونالی ریشه کوادراتی از دو با دو پایدارپی عددهای ایراتسیونالی زیرین برابر قوند که شما در سلاید می بینید. پایدارپی یکم مونوتونی افزون شونده بوده. اعضاهای آن قیمت‌های تقریبی ریشه کوادراتی از دو با نارسایی گرفته می شود که آنها با صحیحی افزون شونده گرفته شده‌اند. پایدارپی دوم مونوتونی کم شونده بوده. اعضاهای آن قیمت‌های تقریبی ریشه کوادراتی از دو با بارزیاتی گرفته شده می باشند که در اینجا وابسته با زیاد شدن رقم ترتیبی اعضاهای پایدارپی اعضای آن هم صحیح نزدیک می شود. دو پایدارپی نو را ترتیب می دهیم که آن با واسطه فرمولای یکم و دوم که در سلاید نشان داده شده است آموخته می شود. برای آنکه ریشه افاده‌ای که در درجهشان عددهای ایراتسیونالی یا اینکه ریشه کوادراتی اند مثل درجه نشان دهندش ناتورالی بوتون یا کسری هنگامی ضرب کردن دو درجه ها افاده ها جمع می شوند، هنگامی تقسیم آنها ترک می شوند، هنگامی به درجه برداشتن درجه آنها را ضرب می کنند و غیره ها می باشد که آنها را با مثال ها دیده برایم خیلی مفید می باشد. بیایید خوانندگان عزیز یک چند مثال ها را همراه دیده برایم. مثال یکم، در شرط مثال یکم طلب کرده می شود که افاده های زیرین را حساب کنیم. در شرط آ دو نشان دهندش ریشه کوادراتی از 5 ضرب دو نشان دهندش مینوس ریشه کوادراتی از 5 داده شده است. اگر اساس ها یکخیل باشد درجه ها جمع می شود لیکن در درجه ها عددهای ایراتسیونالی جای گیرند. ریشه کوادراتی از 5 مینوس ریشه کوادراتی از 5 حاصل می شود که این برابر است به 2 نشان دهندش 0 یعنی که این به عدد 1 برابر است. مثال ب را دیده میبریم که در مثال ب چنین افاده داده شده است. 3 نشان دهندش 2 ریشه کوادراتی از 2 تقسیم 9 نشان دهندش ریشه کوادراتی از 2. این موافقاً برابر می شود به اساس درجه ها را یکخیل میکنیم. 3 در درجه 2 در نشان دهنده 2 تقسیم 9 نشان دهندش 2 حاصل می شود که آن موافقاً به 3 را به درجه 2 برداریم. این به عدد 9 برابر می شود. ریشه کوادراتی از 2 تقسیم9 ریشه کوادراتی از 2 یعنی که 9 در درجه 0 این به عدد 1 برابر می شود که آن را چنین قید می کنیم. مثال و را دیده می براییم. در شرط مثال و چنین آمده است 5 ریشه کوادراتی از 3 و به درجه 3 این عدد را می برداریم. برای درجه را به درجه برداشتن افاده راتسیونالی مثل خاصیت های دیگر گفته گذشتگی همون دو درجه ها با هم ضرب کرده می شود. پس آن را می نویسیم و 5 نشان دهندش 3 را ریشه کوادراتی از 3 ضرب ریشه کوادراتی از 3 این به خودی به عدد 3 برابر است که 5 را به درجه 3 برداریم این به عدد 125 برابر می شود. مثال گ را دیده می براییم که آن به نمود زیرین داده شده است. قید می کنیم. مثال گ 0.5 در درجه ریشه کوادراتی از 2 و ریشه کوادراتی از 8. در اول ما دو ریشه ها را با هم ضرب می کنیم. 0.5 ریشه کوادراتی از 16 حاصل می شود یعنی که 0.5 در درجه ریشه کوادراتی از 16 به 4 برابر است. 1 تقسیم 2 را به 4 برداریم این به عدد 1 تقسیم 16 برابر می شود که مثال یکم به حساب می رود.
بیایید خوانندگان عزیز مثال دوم رو دیده برایم. شرط مثال دوم نیز شرط مثال یکم عیناً همین خلق می باشد. طلب کرده می شود که قیمت ifade رو حساب کنیم. مثال دوم در اینجا نیز دو مثال داده شده است که یکی از این مثال ها به نمودی دو نشان دهنده‌اش 2 مینوس 3 ریشه کواردراتی از 5 و ضرب 8 در نشان دهنده ریشه کواردراتی از 5 داده شده است. برای حل کردن این قیمت این ifade اساس های آنها را یک خل میکنیم. پس می نویسیم 2 در درجه 2 مینوس 3 ریشه کواردراتی از 5 ضرب 8 را به 2 نشان دهنده‌اش 3 میبرداریم ریشه کواردراتی از 5 که آن موافقاً به 2 نشان دهنده‌اش 2 مینوس 3 ریشه کواردراتی از 5 ضرب 2 نشان دهنده‌اش 3 ریشه کواردراتی از 5 برابر می شود که آن موافقاً به 2 نشان دهنده‌اش 2 مینوس 3 ریشه کواردراتی از 5 و جمع 3 ریشه کواردراتی از 5 برابر بوده. قیمت آن موافقاً به 2 نشان دهنده اختصار می شود. 2 را به درجه 2 برداریم این به عدد 4 برابر می شود که جواب مثال دوم ا به حساب می رود. مثال ب را اجرا می کنیم. در شرط مثال ب چنین آمده است طلب کرده می شود که قیمت ifade حساب کرده شود. در نشان دهنده‌اش 2 جمع ریشه کواردراتی از 7 تقسیم 2 نشان دهنده‌اش 2 جمع ریشه کواردراتی از 7 ضرب 5 در درجه 1 جمع ریشه کواردراتی از 7 داده شده است. طلب کرده می شود که قیمت این ifade را حساب کنیم. برای حساب کردن قیمت این ifade عدد 10 را با واسطه ضرب شونده ها جدا می کنیم. یعنی می نویسیم 2 ضرب 5 در درجه 2 جمع ریشه کواردراتی از 7 تقسیم 2 نشان دهنده‌اش 2 جمع ریشه کواردراتی از 7 ضرب 5 در درجه 1 جمع ریشه کواردراتی از 7 حاصل می شود. در نتیجه هر یک ضرب شونده را به درجه همان 2 جمع ریشه کواردراتی از 7 می برداریم که در اینجا درجه نشان دهنده‌اش ایرادی می باشد. پس 2 نشان دهنده‌اش 2 جمع ریشه کواردراتی از 7 ضرب 5 نشان دهنده‌اش 2 جمع ریشه کواردراتی از 7 تقسیم 2 نشان دهنده‌اش 2 جمع ریشه کواردراتی از 7 ضرب 5 نشان دهنده‌اش 1 جمع ریشه کواردراتی از 7 حاصل می شود. پس از اختصار کردن خیلی که معلوم است ifade های یک خیلی اختصار می شود و هنگام تقسیم کردن دو اساس ها که دو درجه ها که در آن اساس ها یک خیلی نشان دهنده ها ترک کرده می شوند. 2 جمع ریشه کواردراتی از 7 مینوس 1 مینوس ریشه کواردراتی از 7 حاصل می شود. پس از اینجا ریشه کواردراتی از 7 و 7 رو اختصار می کنیم. 5 نشان دهنده‌اش از 2 1 رو گیریم با 5 جواب این مثال به عدد 5 برابر می شود که مثال دوم به حساب می رود. مثال سوم را دیده می برایم. در شرط مثال سوم چنین آمده است طلب کرده می شود که ifade ها را مقایسه کنیم. مثال سوم قید می کنیم. مثال سوم در اینجا دو ifade داده شده است که ما باید آنها را مقایسه نماییم. 3 نشان دهنده‌اش ریشه کواردراتی از عدد 71 و 3 نشان دهنده‌اش عدد ریشه کواردراتی از 69 و در مثال ب باشد طلب کرده می شود که ifade های زیرین را باید مقایسه نماییم که آن موافقاً به پی تقسیم 4 در درجه ریشه کواردراتی از 7 و پی تقسیم 4 ریشه کواردراتی از عدد 3 داده شده است. بیایید خوانندگان این مثال ها را همراه مقایسه کنیم. می نویسیم حل از بس که در اینجا 3
اساسهای آنها یخیلند، یعنی a برابر 3 این عدد عددی از یک کلون است، پس این عدد را مقایسه نمودن خیلی آسان می باشد. درجه های آنها را مقایسه می کنیم. ریشه کواdraتی از 71 و ریشه کواdraتی از عددی 69 این برابر است. از بس که 71 از 69 کلون می باشد، پس ریشه کواdraتی از 71 از ریشه کواdraتی از 69 کلون می باشد. پس 3 نشان دهندش ریشه کواdraتی از 71 از 3 نشان دهندش ریشه کواdraتی از 69 کلون می باشد. عیناً همینطور مثال ب را دیده می‌بریم که در شرط مثال ب چنین آمده است. عددها را مقایسه کنید که در اینجا در این عددها اساس به پی تقسیم 4 برابر است. یعنی اساسی که ما به پی تقسیم 4 برابر است، یعنی پی تقسیم 4 این عدد می باشد که از عدد 0 کلان بوده لیکن از عدد 1 خورد است. پس هنگام مقایسه کردن علامت های مقایسه عوض کرده می شود. پس این را به نظر گرفته ریشه کواdraتی از 8 یعنی درجه ها را با هم مقایسه می کنیم. ریشه درجه از 8 و عدد 3 را مقایسه می کنیم. پس ریشه کواdraتی از 8 و 3 را به نمود ریشه می نویسیم که اون به ریشه کواdraتی از 9 برابر است، یا اینکه از اینجا ریشه کواdraتی از 8 از عدد 3 پس خورد می باشد. این را به نظر می گیریم. پس از بس که ریشه کواdraتی از 8 از عدد 3 خورد است، چخیلی که در اول گفته گذاشتیم ifade کسری جای عوض می کند. پس هنگام مقایسه آن از بس که اساس در بین 0 و 1 می خوابد، پی تقسیم 4 در درجه ریشه کواdraتی از 8 از عدد پی تقسیم 4 در درجه 3 کلون می باشد. اینطور باید مقایسه نمود. این بود مثال سیوم. بیایید خوانندگان عزیز همراه مثال چهارم را دیده می براییم که در اینجا طلب کرده می شود که ifade را ساده کنیم. می نویسیم مثال چهارم. در اینجا دو مثال نیز پیشنهاد کرده می شود که یکی از آنها موافقاً به نمودی چنین داده شدند. a نشان دهندش ریشه کواdraتی از 3 مینوس 1 ضرب a نشان دهندش ریشه کواdraتی از 3 جمع 1 و در مثال ب باشد m ریشه کواdraتی از 3 ضرب n ریشه کواdraتی از 3 تقسیم m ضرب n و آن را به 2 جمع ریشه کواdraتی از 3 باید برداشت. برای ساده کردن این ifade ها ما باید از بس که اساس های آنها یخیله آن را به نظر گیریم و این ifade ها را ساده کنیم. می نویسیم حل. در مثال a نشان دهندش ریشه کواdraتی از 3 مینوس 1 ضرب a ریشه کواdraتی از 3 جمع 1 این موافقاً برابر می شود به a. از بس که دو اساس ها یخیله می باشند، پس ریشه کواdraتی از 3 مینوس 1 جمع ریشه کواdraتی از 3 پلوس 1 حاصل می شود. ریشه کواdraتی از 3 مینوس 1 با پلوس 1 اختصار شده. a نشان دهندش 2 ریشه کواdraتی از 3 باقی می ماند که این جواب مثال به حساب می رود. آن را قید می کنیم. a نشان دهندش 2 ریشه کواdraتی از 3. بیایید ب را همراه ساده می کنیم. در مثال ب طلب کرده می شود که ifade زیرین ساده کرده شود. m نشان دهندش ریشه کواdraتی از 3 ضرب n نشان دهندش ریشه کواdraتی از 3 تقسیم از بس که در اینجا حاصل ضرب را به درجه می برداریم، پس هر یک ضرب شونده اساس را به همان درجه برداشتن لازم است. ضرب n نشان دهندش 2 جمع ریشه کواdraتی از 3 یا اینکه این برابر است به m ریشه کواdraتی از 3. دو اساس های یخیلند، هنگام تقسیم آنها را ترک میکنیم. مینوس 2 مینوس ریشه کواdraتی از 3 ضرب n ریشه کواdraتی از 3 مینوس 2 مینوس ریشه کواdraتی از 3
حاصل می شود که موافقم آن برابر است به ریشه کوادراتی از 3 با ریشه کوادراتی از 3 اختصار شده. m نشان دهندش مینوس 2 ضرب n این هم نیز اختصار می شود مینوس 2 یا اینکه یک تقسیم m ضرب n در درجه 2 برابر است که این جواب این مثال به حساب می رود. پس نتیجه مثال چهارم ب و m ضرب n در درجه 2 برابر است. مثال پنجم را دیده میبریم. خوانندگان عزیز، برای مستحکم کردن موضوع امروزه به شما یک چند مثال و مسئله ها پیشنهاد کرده می شود که آنها را باید اجرا کرد. با همین موضوع امروزی ما به انجام رسید. خیر تا درس آینده موفق باشید.